قسمت 1 رو بهتون میدم. خیلی سریع بریم سر وقتش. همونطور که تو ویدیوی بررسی تریلر گفتم، یه پرش زمانی اتفاق افتاده که 5 ساله هست و باقی همسلولای داوود آزاد شدن و فقط خودش مونده و آقانی. تو این قسمت به ما نشون نمیده چه اتفاقاتی تو این 5 سال افتاده، اما از رفتار زندانیا با داوود میشه اینطور حدس زد که تو این مدت برای خودش اسمی به پا کرده باشه، یا لااقل جای پاش رو تو زندان صفر کرده باشه و دیگه کسی اذیتش نکنه. هرچند از سرنوشت اون گروهی که باهاش درگیر بودن فعلا خبری نیست. اما یه جا به ما نشون میده که هنوز داره کابوس اون شخصیت بده رو میبینه که احتمالاً 2 تا دلیل داره: یا عذاب وجدان داره و اتفاقی برای اون طرف افتاده، یا اینکه به نحوی از زندان جابجا شدن و منتظرن تا دوباره بلا به سر داوود بیارن. احتمالاً وقایع داخل زندان رو مثل یک فلش بک به ما نشون بدن. داوود هنوز پاش به زندان گیره و از حکمش 10 سال دیگه مونده و در به در به دنبال آزادی و گرفتن رضایت از خانواده اون بچه‌هاست. تو این قسمت نشون میدن که یک وکیل دیگه جایگزین خانم وکیل محبوبمون شده که داوود باهاش درگیر میشه، میگه کاری از پیش نمیبری و میخوای پولم رو بالا بکشی. اینجا برخلاف پیش بینی من که فکر میکردم خانم وکیل پاپیچ داوود بشه، داوود میپیچه به پر پای اون که تو رو خدا بیا و منو از اینجا در بیار. و سر قولی که بهش داده عذاب وجدان میگیره و خانم وکیل هم میاد واقعا تا کار آزادی داوود رو پیگیری کنه. داوود همچنان به رها دلبسته است بعد از تمام اتفاقاتی که براش افتاده و این بده. رها هم به نحوی نشون داده میشه که بدش نمیاد یا لااقل یادش نرفته اون جریانات رو. احتمال اینکه دوباره با هم بشن زیاد. توی پرونده داوود خانواده مقتول گفتن خونه‌اش رو میخوان با 1 میلیارد پول که 100% داوود چنین پولی رو نداره و طبعا میره سراغ آقا نیک، همونطور که پیش بینی کرده بودیم. آقا نیک این قسمت خیلی دیالوگ داشت و کارگردان سعی کرده بود منطقی رو بنا کنه که اگه این کاراکتر بیل زنه چرا خودش رو نجات نمیده، که اونم در جواب میگه من بیرون برم چیکار کنم، اینجا زندگیم رو دارم. اما برداشت من اینه این فرد به نوعی عضوگیر اون گروه محسوب میشه و کارش اینه تو زندان بمونه و کیس‌های مناسب پیدا کنه. آقا نیک اما توضیح خاصی بابت کاری که داوود قراره بکنه بهش نمیده. از شواهد این دور میشه برداشت کرد که با یه باند خلافکار حرفه‌ای طرفیم، مثل فیلم‌های خارجی که ردی از خودشون به جا نمیذارن. احتمالاً هم غرق در پول باشن، پس 100% خلافی که درگیرش هستن هم خیلی سنگینه. شخصا این احتمال رو میدم که سرکرده یا لااقل یکی از کله گنده هاشون خود هومن سیدی باشه. اینجا میشه این احتمال رو هم مطرح کرد که داوود ممکنه سر بدهی که بالا آورده بعداً ما این گروه به مشکل بخوره. کاراکتری که رامین راستاد هم بازی میکنه رو احتمال میدم به همین گروه مربوط بشه. یه اتفاق جالبی همین وسط میافته. 2 تا شخصیت جدید میبینیم که یکیشون یه پسر سفید مفیده و اون یکی یه شارلاتان و سعی میکنه این پسره رو بیاره زیر پرچم خودش. پسره که اسمش برنا هست اول گردن نمیگیره برای جرمی اومده باشه زندان و معتقد بیگناهه، ولی در آخر شاهرگ اون کاراکتر شارلاتان رو میزنه. داوودم میره بالا سرش ولی هیچ کمکی بهش نمیکنه و میذاره به حال خودش. اینجا کارگردان سعی کرد به ما نشون بده که داوود دیگه مثل سابق نیست و بی‌رحم شده و مشکلی با مرگ آدما نداره، که این یکی از دلایلی که پیشنهاد آقا نیک رو برای انجام کار خلاف قبول میکنه. شخصا نظرم اینه که داوود قراره به زودی دستش به خون آلوده بشه، یا در آینده به خاطر کاری که میکنه دشمنای جدیدی سر راهش میان، یا ممکنه دشمنای قدیمی به سراغش بیان. اما در هر صورت داوود دیگه تا خرخره تو خلاف غرق شده. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهیمون کردید. حقیقتا این چند روز اخباری در مورد یوتیوب به گوش میرسه که شخصا برام خیلی ناامید کننده است، ولی به خدا امید دارم که وضع درست میشه. پس اگه تا اینجا اومدی لایک و سابسکرایب رو بزن و تا ویدیو بعدی خدا نگهدارت.